تا حالا شده چند ساعت درس بخوانی ولی آخرش حس کنی هیچ چیز یادت نمانده؟ در حالی که یکی دیگر با نصف زمان نمره‌های عالی میگیرد؟ مشکل این نیست که کم میخوانی. مشکل این است که درست نمیخوانی. امروز 3 تکنیک علمی بهت میگویم که اگر اجرا کنی 2 ساعت مطالعات به اندازه 6 ساعت نتیجه میدهد. تکنیک اول، پنجره‌های تمرکز. مغز تو مثل باتری است. اگر بدون وقفه کار کند، خالی می شود. 25 دقیقه با تمرکز کامل درس بخوان. نه گوشی، نه پیام، نه حواس پرتی. بعد 5 دقیقه استراحت کن. بلند شو، حرکت کن، ولی گوشی را دست نگیر. این روش تمرکزت را بالا نگه می دارد و خستگی ذهنی را کم می کند. تکنیک دوم، قانون 80-20. همه مطالب ارزش یکسان ندارند. بیشتر نمره‌ها از تعداد کمی از مباحث مهم می‌آیند. فصل‌ها را به 3 دسته تقسیم کن: مهم، متوسط، کم اهمیت. 70% زمانت را بگذار روی مباحث مهم، 25% روی متوسط و فقط 5% روی کم اهمیت. این یعنی مطالعه هوشمند، نه سخت. تکنیک سوم، یادگیری که فراموش نمی‌شود. بعد از مطالعه کتاب را ببند و از خودت بپرس چه یاد گرفتی. اگر یادت نیامد، دوباره نگاه کن. این کار مطالب را در حافظه بلند مدت ثبت می کند. جمع‌بندی، تمرکز درست، اولویت درست و مرور هوشمند. چطور درس می‌خوانی مهمتر است از اینکه چقدر درس می‌خوانی. اگر این ویدیو برایت مفید بود، آن را با دوستایت به اشتراک بگذار و برای ویدیوهای کاربردی بعدی کانال را دنبال کن.